وطن تا جوړو وطن تا جوړو وطن تا جوړو دغه وطن امروز در یک شهرکی این مردم مستضعف برایشان تحویل میشه که به سوی کشورهای همسایه چی که به سوی منطقه است. ما از صمیم قلب از تمام خیرینی که در این نقطه به اندازه درهمی همکاری کردن به نیابت از اداره محلی امارت اسلامی افغانستان تشکر میکنم، خصوصا بنیاد محترم عزیزی که واقعیت ما را در مقابل کسایی که لاف همکاری میزدن، نمایش همکاری میکردن، من به سفیر ژاپن گفتم، به نماینده های سازمان ملل گفتم که شما بیایید ما خیمه های شما همه حساب میکنیم، آیا به اندازه یک افغان ما که در سیاب یا در نایب رفیع یا در کشکک یا در قریه ما سرمایه گذاری کرده، آیا تمام سازمان ملل شما به همراه تمام سر و صدا و هیاهوی شما که دونر است و که پول است و کشور است، آیا همه شما به اندازه یک افغان ما همکاری کردید؟ بیا با هم خیمه های شما را ما حساب میکنیم، خیمه های شما چند میارزه و چقدر پول میارزه، چه کردید برای ملت زلزله زده؟ ما را در مقابل غربی ها، ما را در مقابل کسانی که عزت افغان ها برایشان سخت تمام میشه، در مقابل اینها ما سرخروی شدیم، عزتمند شدیم. ملت ما قبل از اینکه سرمایه شدید بیایه اکثرشان در دشت های زلزله زده صاحب خانه شد. رهبری ولایت اینا راهنمایی کردن که اگر به خاطر از اینکه مواد خوراک و چیزات در این ساحه زیاد است که اگر برای اینا خانه جوش شد با اینا دست به کار شدن و می در مجموعاً فکر کنیم که در حدود 300 خانه که 225 خانه در این منطقه است و 70 و 75 خانه در منطقه دیگه است. دیگه اینا به ساختن از این شروع کردن و ما هر روز در تلفن این را تعقیب میکردیم که زودتر تکمیل کنیم پیش از اینکه برف و باران باره، پیش از اینکه برف و باران باره. و ای که تعداد کارگرای زیاد رو پرسان میکردیم که چقدر کارگر داریم، یکی میگفت 500 نفر یا 600 دو چندش کو سه چند کو نفر زیاد. و حتی از اون رهبری دفترهای کابل اونا رو کلی شده اینجا روان کردیم که در این به وقت زمانش این تکمیل شد و این جای بسیار خوشی است که امروز این خانه تکمیل شد و این بازماندگان این مصیبت علمناک و این کسایی که از فامیل های بازمانده ها در اینجا باقی مانده اونا در این خانه زندگی کنن. روزای سختی که به سر ما گذشت، چون به خاطر از اینکه سخت هم گذشت، به خاطر از اینکه تمام هموطنان ما در کنار ما بوده، با غم ما شریک بودن، بسیار با ما تاثیر نگذاشته. به خاطر از اینکه هموطنان ما شانه ما رو گرفته و ما رو به بغل گرفته بود. حالی هم که اونها تکمیل شده ما احساس خوشی میکنیم، چون به این در وقت زمستون بتونست با ما جای مهیا کرده و ما حالا میتونیم داخل از خونه با فامیل خود زندگی خوب داشته باشیم.